بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه یاسین، آیه مبارکه 13 الی 27، صفحه 441. الله متعال در این آیات مبارکه از ناسپاسی و ناشکری اهل قریه که در زمان حضرت عیسی مسیح علیه السلام بوده الله ذکر میکنه که اینا پیغمبرشان را نپذیرفتند. الله متعال برای هدایت از اینا پیغمبر را فرستاد و سخنش اینا قبول نکردند و یکی از انسانهای صالح و انسانهای نیک که در تفاسیر حبیب نجار از او نام برده، از او هم الله ذکر میکنه که قوم را به سوی توحید و تایید پیغمبرا فرا میخوانه، او را به شهادت میرسانند. الله متعال در این آیات مبارکه از او هم یاد میکنه. الله متعال می فرماید واضرب لهم، بیان کن ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، لهم از برایشان، از برای مشرکین مکه قریش، اصحاب القریه، داستان اصحاب قریه را. امام قرطبی صاحب ذکر میکنه که این قریه انطاکیه نام داشته و الله متعال برای هدایت از اینا قاصدین حضرت عیسی مسیح روان میکنه. اذ جاءها المرسلون، وقتی که آمد پیش اهل قریه فرستادگان پروردگار متعال. و در تفسیر امام قرطبی نام از اینا هم ذکر شده که صادق، مصدق و شمعون 3 پیغمبر بودن که اینا به خاطر هدایت از این مردم فرستاده شدن. اذ ارسلنا الیهم، وقتی که فرستاده شد به سوی از اینا 2 پیغمبر، فکذبوهما، پس اینا تکذیب کردن قوم ای 2 پیغمبر را. فعززنا بثالث، پس ما تقویت دادیم 2 پیغمبر با 3، یعنی 3 پیغمبر هم ما فرستادیم و روان کردیم. فقالوا، پس گفتن پیغمبرا، انا الیکم مرسلون، ما به سوی شما از طرف الله متعال فرستاده شدیم. قالوا، گفتن امی قوم انطاکیه که زندگی میکردن در این منطقه، ما انتم نیستین شما الا بشر مثلنا، مگر شما بشر مانند ما هستین. و ما انزل الرحمن، و نفرستاد رحمان الله رحمان، من شیء هیچ چیز را، این انتم نیستین شما الا تکذبون، مگر دروغ میگین. اینا پیغمبرا را تکذیب کردن. قالوا، گفتن ربنا، پروردگار ما، پیغمبرا علیهم السلام گفتن، یعلم، میداند، انا ارینا، ما الیکم لمرسلون، بسوی شما فرستاده شده از طرف الله متعال هستیم. و ما علینا، نیست بر ما، الا البلاغ المبین، مگر رساندن آشکار وظیفه ما هست که حق را بر شما، پیام الهی را بر شما برسانیم. قوم پیغمبرا را به فال بد میگیرن. قالوا، گفتن امی قوم، انا تطیرنا بکم، ما شما را فال بد میگیریم، شگون بد میگیریم. و اخطار میتن پیغمبرا را که لئن لم تنتهوا، اگر شما از دعوتتان استاد نشین، دست نکشین، لنرجمنکم، خامخا شما را سنگسار میکنیم. و لیمسنکم، و میرسد برای شما، منا، از طرف ما، عذاب علیم، عذاب دردناک، ما شما را به هلاکت میرسانیم. پیغمبران علیهم السلام در جواب قوم میگن
قالوا گفتن انبیاء علیهم السلام طائرکم معکم، فال بدی که میگیرین امرای خودتان بوده باشه. این ذکرتم، آیا چون شما پند داده شدین پند را فال بد میگیرین؟ بل انتم، بلکه شما که هستین قوم مسرفون، قوم اسرافکار هستین. در این حالتی که پیغمبرا با قومشان گفتگو داشتن، یک شخص نیکو که به نام حبیب نجار در تفاسیر ذکر میشه، از جای دور شهر میآید، که ابن کثیر دمشقی در تفسیر ذکر میکنه که حبیب نجار ای ابتدا بود پرست بود و یک مرض به نام جذام داشت و این مرض ناعلاج بود، و وقتی که ایمان آورد به الله واحد و لا شریک، باز الله بری معجزه برش شد، شفا الله برش نصیب کرد. و این آدم بسیار به عقیده و باورش محکم بود و از راه دور میه پیش قوم و میگه که شما با پیغمبرا آسیب نرسانید، از این پیروی بکنید و این کامیابی شما هسته. و خود را هم عقیدهش آشکار میکنه و قوم هجوم میکنن، این حبیب نجار را به شهادت میرسانند و الله متعال ایده به بهشت میبرن. در اینجا الله از این داستان حبیب نجار هم یاد میکنه و در این تفسیر ابن کثیر میگه که حبیب نجار کار ابریشم را میکرد و یک عادت داشت که 2 روپه کار میکرد، 1 رو پیش مصرف میکرد، 1 رو پیش صدقه میکرد. یک انسان صالح و نیک بود. الله ذکر میکنه و جاء من اقصى المدینه، و آمد از دورترین نقطه شهر انطاکیه نزد قوم رجل، مرد که یسعی تلاش میکرد، میدوید. قال گفت یا قوم، ای قوم من، اتبعوا المرسلین، شما پیروی بکنین از پیغمبران. اتبعوا، شما پیروی بکنین، من از تو کسی که لا یسألکم، سؤال نمی کند از شما اجرا مزدرا، و هم مهتدون، و ایشان رهیابند. شما از تو انسانهای صالح و نیک پیروی بکنین. آن خود را معرفی میکنه، عقیده و باور خود را حبیب نجار، و میگه که و ما لی لا اعبد الذی، چی شدم مرا که عبادت نکنم اتر الله را که فطرنی، مرا پیدا کرده، و الیه ترجعون، بسوی او بازگردانیده میشوید شما. اتخذ من دونه آلهه، آیا غیر از الله معبود را عبادت بکنم؟ این یردن الرحمن، این که بخواهد پروردگار رحمان به در کدام ضرر را بر من، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، دفع نمی کنه از آن شفاعت چیز را، ولا ینقذون، و مرا هم نجات داده نمیتانه از ای که الله مرا عذاب بده. اینی ارائن، من ایزن در آن وقت لفی ضلال مبین، در گمراهی آشکار میشم که غیر الله را عبادت بکنم. اینی آمنت بربکم، ارائن من ایمان آوردم بر رب شما، فاسمعون، خوب بشنوین. عقیده و باور خود را اعلان میکنم. در اینجا قرآن کریم توقف داره و ذکر در روایات میگه که قوم هجوم کردن و حبیب نجار به شهادت رساندن و حتی روده هایش را از پشتش بیرون کردن و یک شکل بسیار فجیع را به شهادت رساندن. الله متعال پاداشش را ذکر میکنه. قیل ادخل الجنه، گفته شد بعد از شهادتش که داخل شو به جنت. حبیب نجار الله خطاب میکنه. قال گفت امی حبیب نجار یا لیت قومی یعلمون، ای وای قوم من، کاش که این را میفهمیدن که الله مرا داخل بهشت میکنه. بما غفر لی ربی، به سبب آنچه که مغفرت کرده مرا پروردگار من، و جعلنی، و گردانیده مرا، من المکرمین، از انسانهای گرامی و انسانهای باعزت. آیات مبارکه پاداش انسان صالح را بیان میکنه که انسان صالح را الله چگونه حفظ میکنه و مقام میده، و انسانهایی که در مقابل توحید استاد میشن، در مقابل الله استاد میشن، الله چگونه اونا را سرنگون میسازه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب